سلام به همگی، خوش اومدید به دوره سلپیپ. با من منصف هستم، معلم شما. تو این ویدیو آشنا میشیم با تسک 1 اسپیکینگ سلپیپ که در مورد گیوینگ ادوایس هست. با معیارهای سلپیپ آشنا میشیم برای اسپیکینگ و اینکه چه عبارتهایی میشه در ادوایس به کار برد و یک سمپل رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بریم سراغ معیارهایی که سلپیپ میگه یک کاندیدیت بند 9 که معمولا چیزی که زبان آموزها دنبالشن، یه داوطلب هایی که متقاضی اکسپرس انتری و مهاجرت هستند، چیزهایی که میگه یکی این که استفاده کردن از figures of speech لینکرها، اینکه کانتکست اسپسیفیک وکابولری، واقعا مثلا ما بعضی از وکابای مرتبط به اون کانتکست رو استفاده کرده باشیم. حتی و یه فاکتوری داره به نام listenability، اینجا میگه که کامپلکس استراکچر بتونه طرف حسابی. منظورش این نیست که همش کامپلکس استراکچر باشه، شبیه آزمون‌های دیگه مثل آیلتس. توقع میره شما تنوع داشته باشین در ساختارتون، لحن شما، اینتونیشن، پرونانسیشن، فلوئنسی، اینا همه در اینجا مهم هستن. اینکه استایل رو رعایت کنین و اینکه و در نهایت من به این بپردازم که بدون که اون طرفی که دارین باهاش حرف میزنی فرنده یا نه، مثلا اینفورمال اون وضعیت یا نه فرمال رسمیه و بتونین لحنتون رو با اون تنظیم. منظورم این لحن اینجا میتونه حتی عبارت‌های به کاربردی هم که شما استفاده میکنید باشه. بریم سراغ یک سمپل با هم دیگه ببینیم. میدونید شما 30 ثانیه برای این برای پریپریشنش وقت این توی تسک 1 و 90 ثانیه باید صحبت کنید در این مورد. و اینجا پریپریشن تایم که به محض اینکه شروع میشه یک به شما نشون میده که زمانتون چقدره و همینطور هم یک نوار آبی پر میشه برای اینکه نشون بده به شما چقدر میرسید به 90 ثانیه. اگر شدین حالا 85 ثانیه، 86 ثانیه، اینا نگران نباشید، برای 4-5 ثانیه مشکلی پیش نمیاد، طبق گفته‌هایی که خود مدرسه سلپیپ در کانادا داشتن. Your friend is excited that has been accepted into his first choice of university. However, he's not sure how he will be able to afford the tuition. Give your friend advice on what he should do to pay. پس ما ادوایسی که قراره به این طرف بدیم، به این دوستمون بدیم، راجع به اینه که چطوری بتونه از پس هزینه ها بر بیاد. اولین چیزی که سلپیپ توصیه میکنه یه اسمی واسه این دوسته انتخاب کنید. سم، جاناتان، به حال چون هیمو اینام گفته پس حتما یه اسم مرد انتخاب کنید. محمد، احمد، فرق نمیکنه، ولی سریع اسمی. اینکه یه یونیورسیتی دیتیل بشیم توش که مثلا یونیورسیتی کدوم یونیورسیتی؟ You mean University of Tehran, University of Toronto, University McGill University. فقط یه اسمی باشه که میگه تو اینجا پذیرفته شدی، آفرین. و ببینیم سازمان بندی جواب ما چگونه میتونه باشه. ببینیم استراکچر. اول که از همه ما باید با مخاطبمون که حالا میتونه دوستمون باشه کامیونیکیت کنیم، نگیم خب you should do that. نه، اولین چیزی که شما باید بشه به تبریک میگم چه جای خوبی و میتونه قدم مهمی باشه برات. سلپیپ توصیه میکنه حتما 2 یا 3 تا سجستشن یعنی pieces of advice داشته باشین، به خاطر اینکه باعث میشه اون بخش کانتنت و تسک فولفیلمنت و اینا رو بهتر نمره بگیرین. ادوایستون میتونین با ریزن بگین این ادوایس این خیلی بهت کمک، این ادوایس که نه، منظورم اون چیزی که در اون ادوایس گفته شده بهت خیلی کمک میکنه. یا پرسونال اگزمپل بیارین، منم تو این شرایط بودم، مثلا منم اتفاقا اومده بودم اینجا، میخواستم برای این پوزیشن اقدام کنم، اینطوری بود، این کارو کردم. میتونیم پس وارد جزئیات بشیم. مسلما این خیلی آزمون‌های دیگه مثل آیلتس ممتحن دوست داره ببینه که شما میتونید دلیل خودتو ساپورت کنی، فقط نگی هی لیست نکن you should باشه از اول تا آخر. و در نهایت یک چیز مثبتی، آره من مطمئنم تو میتونی اینو به دست بیاری، من میتونم مطمئنم تو میتونی این کارو بکنی، یه خود انگیزشیش کنید آخرش. بریم یه سامپل انسر رو با هم دیگه ببینیم. تو بخش اولش congratulations on getting into your top choice. Hi Parsa. Okay, I gave a name here.
on getting into your top choice of university. McGill University is a reputable institution. Oh, that's a huge achievement. تا اینجا فقط ما داریم باش کامیونیکیت میکنیم که میدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. میریم بخش بعدی که دیگه میریم سراغ دادن advice. As for paying for your education, I think you should consider two main things. First of all, مسلماً لینکرها مفیدن. Working part-time, maybe on campus, can help cover your daily expenses without overwhelming your schedule. It's also a great way to gain experience and meet new people. دقت کنید که اینجا فقط تو بخش زردی که من دارم میذارم اینجا فقط دادن ادوایس بوده، ولی اینجایی که دارم به رنگ سبز در میارم اینجا دیگه ریزنیه که چرا این ادوایس خوبه. میگه اینجا overwhelmed که نمی کنه. It's also a great way to gain experience and meet new people. البته من فکر می‌کنم اینجا رو اشتباه گذاشتم روی possible. ادامه میدیم. Another thing you could consider or you could do، دوباره ادوایس بعدی با یه لینکر، applying for as many scholarships as possible. خب اینجا میگه برای اینا اپلای کن. Many of them go unclaimed, then it can really reduce the financial burden. Also don't hesitate to talk to the، داریم روی اون انگار یه explanationی طرف میده. Okay. Also don't hesitate to talk to the financial aid office. اینا میتونن بهت کمک کنن. انگار یه استثناء یا یک تبصره ما روی اون ادوایس میتونیم در نظر بگیریم، یه توضیحی. اینجا میتونه مثال شخصی هم بزنه، بگه آره من وقتی اومده بودم اینجا when I arrived at McGill University and I started my education here, I went to the financial aid office and their were really effective. I mean, the suggestions that they provided were quite effective, and I could have 2 scholarships. Okay, let's go. و آخر سم که if you still need help، بازم حالا اگه میخوای taking a small student loan، دیگه آخرین راهی که به ذهنش میرسه اینه. و آخر سم میرسیم به اون تیکه که گفتیم بعد conclusion میده. I hope this helps. University life is exciting and managing your money wisely will make the experience even better. Good luck. مطمئنم میگیریش، تا حتما به این میرسی، پتانسیال زیادی داری. حالا بریم سراغ یک سری از عبارت ها که میتونیم ما برای هر کدوم از اینها استفاده کنیم. مثلا برای اون تیکه کامیونیکیت. I know you، البته اینا برای هر موضوعی میتونه باشه. I know you are facing a difficult choice regarding this. I know regarding going to university. It seems you're making an important decision about your education. مثلا میتونیم بذاریم بعدش. About life, about your work. I'm very pleased to hear you are making progress at work. It sounds like you're very unsure about how to proceed with. و اون جاهای خالی و خودتون بنا به تاپیک میتونید پر کنید. این عبارت ها رو اگه زیاد استفاده کنید و تمرینشون کنید باعث میشه که سر امتحان شما فقط به اون مین آیدیاتون بخواید فکر کنید. یعنی دیگه حالا باید بگم congratulations یا مثلا بگم congrats. اوکی، اینجا میتونیم یه عامل دیگه یا من اینجا یادم رفته میتونستیم این جمله رو بگیم که congratulations on achieving this. Okay, on having this opportunity. Congratulations on something. بریم ادامه بدیم. برای دادن ادوایس چه چیزایی میتونید استفاده کنید؟ در اغلب کورس بوک ها اینا هست که دادن ادوایس یه سری ساختارها رو میخواد. I think you should another thing you could do is، حالا اگه طرف another thing نزده باشه میتونه secondly استفاده کنه، ولی another خودش لینکر خوبیه. It also might be a good idea to، یادتون نره که نشون بدید به شنونده‌تون که این مثلا ایده بعدی شماست، ایده اولیه یا آخرین جایی که ایده‌ای که دارین راجبش صحبت میکنین. ولی این ادوایس ها نیاز دارن با یک چیزی هم سپورت بشن. مثلا doing this can improve your relationship. Doing this can improve your confidence. One advantage of this action is that you can، هنوز دارم راجب این موضوع امروز هم صحبت میکنم. One advantage of this action is
gaining experience in academic environment. This reminds me of a time when I arrived here in Canada and I wanted to apply for a scholarship. Okay, این میتونه وارد یه پرسونال اگزمپلش کنه و در نهایت چجوری ما میتونیم ببندیم یک چیزای مثبتی دیگه. حالا من اینجا 2 نمونهش شاید گذاشتم. I'm confident you will, I'm sure you will, I don't doubt. This is a great opportunity to grow and I have no doubt you will succeed. میشه شاید هم اگر چیزی که ما ربط پیدا میکنه شاید بتونیم بهش یه پیشنهاد کمک هم بدیم. آره من I will be available as soon as you arrive here because I've been living in Canada for 5 years. میتونین توی بهش بگین که منم اینجام و میتونم بهت کمک بیشتری بدم. و در نهایت این خلاصه‌ای که خود سلپی برای speaking part 1 مطرح میکنه: preparation time 30 seconds, speaking time 90 seconds, speak directly to the person. گفتم اون شخص رو دقیقا مشخص کنین. میگه at least 3 suggestions، میگه 3 تا suggestion داشته باشین و practical example بدین یا reason بدین. اوکی، or گذاشته، یعنی میتونیم هر کدوم اینا رو استفاده کنیم. میشه برای بعضی از advice ها از reason استفاده کرد، برای بعضیشون از example. و میگه این signaling ها استفاده کنیم. If I were you, another thing you could do, one final thing is. Okay. و در نهایت use a helpful and thoughtful tone. اینا توصیه‌ای که خود سلپیپ داره برای گرفتن یه نمره 9 و به بالا و برای در واقع استراتژیشه. و در نهایت اگر مشکلی داشتید در مورد این آزمون و speaking part 1 you can ask me at 9129599087. نمی‌تونی اینجا انگلیسی گفتم. 921 29 59 087 روی واتساپ من در دسترس هستم و تلگرام. بهترینا رو براتون میخوام. فعلا